Шахрам Яздан. ارادت حال شما خدا شکر که کاد افقی سیبیل جا میشه توش. آقا ما این اپرای کارمن کار داد دستمون. همه این ماجرا از سال 2023 شروع شد که ما اولین بار در واقع این رول این اپرای کارمن هست که نقش در واقع دارتوزه این سیبیل رو نیاز داره. الان هنوزم بازی میکنی یا اینکه دیدی گذاشتی دیدی خوبه دیگه خوشت اومد دیگه داشتی؟ از نظر اینکه خودم بخوام اینو بذارم و خوشم اومد که آره، ولی خب الان من پوستر اپرای جدید رو هم که بذارم اون کاراکتر هم سیبیلوه، یعنی یه جورایی توفیق اجباری شده برای ما. خیلی خوب. احتمالاً نقشتون جا افتاده، هر چی تو اپراها سیبیل لازم داشته باشه شما رو میارن. البته یه جور به قول معروف یه گیریم و در واقع طراحی چهره و چهره پردازان به هر حال میتونن از به هر حال ریش و سیبیل مصنوعی استفاده بکنن، ولی خب اصرار دارن که اگر خودت همین فرمی که هستی خوبه و نیاز نیستش که حالا شیپ بکنیم و برات سیبیل بذاریم. چه کاری؟ بسیار عالی. من خیلی مقدم میگم خدمت شما، خیلی خوش اومدی. امیدوارم که تندرست باشی. کارهای خوش شما رو میبینیم توی در واقع برنامه، باعث افتخاره و امیدوارم که همچنان به عنوان یک نماینده ایران در لژیونری دیگه، لژیونر در واقع خواننده لژیونر اروپایی و اونجا انشالله که بدرخشی بیش از پیش و بازم باعث افتخار باشی و در اپراهای زیاد، در نقش‌های زیاد شما رو ببینیم و لذت ببریم. زنده باشین آرش خان عزیز. ممنونم، مرسی از این همه لطف و محبتی که دارین. به هر حال شما هم خودت الان اینجوری نیستش که ما بگیم حالا داریم تعارفی که پاره می‌کنیم، نه، این واقعیت‌ها رو عرض می‌کنم خدمتتون، شما که لطف دارین به من. ولی خب از اون سال‌های شاید بگم نزدیک به 2 دهه پیش من یادمه مجله ترانه‌ماه و قبلش و اینها، خب فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای که شما تو موسیقی از بیش از 2 دهه پیش در موسیقی بعد از انقلاب نزدیک 3 دهه فعالیت خیلی حرفه‌ای که دارید، همیشه لذت بردیم از و آدم با دانشی هم هستید، با اینکه حالا خودتون نمی‌خونین ولی گاهی اوقات وقتی یه تیکه هم می‌خونین از خیلی از خواننده‌های مارکت جوستر و کوکتر هم می‌خونین. خب ما شروع کنیم. در واقع من چند تا عنوان رو در واقع اعلام کرده بودم توی تیتراژی که گذاشته بودیم و از همون عنوان‌ها شروع کنیم. راجع اصلا آموزش اصولی آواز و اینکه اساساً چه کسی میتونه تدریس کنه و آموزش اصولی آواز از کجا شروع میشه و چه کسایی باید تدریس کنن. ببینید، خب یک سوال کلی وجود داره تحت عنوانی که آموزش اصولی آواز چیست. سوال رو وقتی ما بهش نگاه میکنیم، واژه اصولی رو که میاریم، آیا آموزش آواز اصولی هست یا نه؟ وقتی ما میگیم آموزش اصولی آواز، البته سوال درسته، من دارم عرض میکنم که متاسفانه انجام غیر اصولیش باعث میشه که من به این قضیه فکر بکنم که مگه آموزش غیر اصولی آواز هم سندیت باید داشته، موجودیت باید داشته باشه؟ و متاسفانه جواب بله هست، داره، نباید داشته باشه ولی داره. ببینید، من معتقدم که یک معلمی که مدرس آواز هست
میبایستی اولین کاری که میکنه مشاوره برای کسی که میخواد آواز یاد بگیره بذاره. من خودم شخصا زمانی که اولا که به هر حال مدت زیادی که من واقعا تمام تایمم گذاشتم روی کریر خودم و به قول معروف روی چی میگن زندگی هنری خودم که بتونم خودم رو پیش ببرم. به هر حال توی سن و سالی هستیم که ما باید الان فعالیتمون در بالاترین حدش باشه. تو همون هولوش 40 سال 40 خورده دیگه بهترین تایم برای خواننده است که تدریس رو میشه گذاشت برای روزهای بازنشستگی، مثل فوتبالیستایی که به هر حال دیگه وقتی که بازنشسته میشن میرن مربیگری میکنن. ولی خب معدود هنرجویی که من میگیرم به چند دلیل: یکی اینکه خودم به روز بمونم، آپدیت بمونم، یکی اینکه بتونم کمک بکنم به اون دسته از دوستانی که نیاز دارن یه سری اطلاعات بروز رو داشته باشن و در واقع نیاز دارن که کوچ بشن. حالا راجع به بروز بودن اطلاعات در ادامه صحبت میکنم که آیا در آواز ما چیزی به اسم بروز بودن داریم و اگه داریم آیا خوبه؟ پس تکلیف اولد اسکول یا مکتب قدیم و قدما چیه که من خودم یکی از طرفداراشم. من همیشه طرفدار مکاتب قدیمی در آواز هستم بنا به دلایلی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. حالا توی آواز ایرانی هم به هر حال چون من تخصص ندارم ورود نمیکنم، ولی قطعا دوستان قبلا صحبت‌های زیادی راجع به این قضیه با خود شما داشتن توی لایوهای شما که خیلی هم استفاده کردیم. ببینید من معتقدم که یک در واقع مدرس آواز میبایست حتما مشاوره بگذاره. من شخصا مشاوره‌ای که میگذارم رایگانه. چرا؟ چون هنرجو این حق رو داره بدون پیش کی داره میره و من این حق رو دارم که ببینم آیا اگر من میخوام این شخص رو بردارم، اولا اینکه در سطحی هستش که من بتونم با ایشون کار بکنم یا اینکه ایشون باید بره یک سری مقدماتی رو طی بکنه بعد پیش من بیاد. چرا؟ چون معلم آواز و صداسازی حالا یا کسی که داره کوچ میکنه به هر حال اینکه شما بخواد کلنجار برید با هنرجو سر سولفژ که منظور همون علم نوت‌خوانی پارلاتی کانتاتی که بتونه نوتو ببینه، ریتمو بگیره، ضربو بشناسه، میزانها و فواصل رو بدونه، خب این واقعا از حوصله مثلا من خارجه. در نتیجه این خیلی مهمه که من یه مشاوره میدم، میگم صداتون رو برای من بفرستید و یک جلسه کامل رو تقریبا نیم ساعت 45 دقیقه من به اینها رایگان میدم. اونهایی که این مال شماست. به حال الان شما مثلا ما فرض میکنیم که شما چون میخوای یه لول بالاتر کار کنی اینو میگی، ولی به هر حال یه خواننده‌ای که میخواد کار کنه و یک آدمی که میخواد بره کلاس آواز ممکن لول پایینتری باشه، اونم باید یه کسی پیش کسی کار کنه که بلد باشه دیگه. بنابراین ما اون رو باید در نظر بگیریم، نه اینکه صرفا آیا اون در اون سطح هست یا نه. فرض میکنیم یه کسی اصلا از بیس میخواد با اینترنت ما خوبه، اون باید چیکار کنه؟ درود مجدد. بله اینترنت من با هر دو اینترنت اومدم بالا، یعنی هم اینترنت گوشیم و هم اینترنت وای فای منزل. البته اینم بگم که خیلی فکر میکنن که تو آلمان دیگه اینترنت خیلی وضعیت اینترنت در آلمان خوب نیست، یعنی برخلاف تصور خیلی ها خیلی اینترنت در آلمان وضعیت خوبی نداره. بله عرض میکردم ببینید این که مثلا هنرجومیت چون فرمودین که به هر حال اونی که حالا حرفه‌ای نیست یا حالا حرفه‌ای هم واژه درست نیست، اونی که کار نکرده قبلا میخواد از صفر شروع بکنه، خب طبیعتا من اون جلسه رو میذارم چون میخوام کمک بکنم به این که حداقل تعیین سطح بکنم، بهشون بگم کجان. من یه تست شنوایی ازشون میگیرم با کیبورد، مثلا من تک نوت ها رو اول میگیرم، بعد یه آکورد ساده میگیرم، میگم چه نوت هایی میشنوی، میخوام ببینم این قدرت آنالیز و تفکیک نوت هاش در چه حدیه، چی میشنوه. بعد فاصله ها، متاسفانه چیزی که من درک کردم اینه که کسانی که حتی سالها خوندن ساز میزنن، ساز کلاسیک هم میزنن، متاسفانه چون خیلی آکادمیک و بیسیک باشون کار نشده یه فاصله مثلا ششم رو نمیتونن بگیرن معمولا و در اکثر موارد فواصل. البته یه کوچولو اگه تخصصی شد به من بگید، اگرم اشکال نداره صحبت بکنم. نه اصلا تخصصی باشه فوقش این که من نمیفهمم، ولی خیلی اینا که اصلا نه منظور دوستانی هستم که به هر حال خیلی سرشن، شما که به هر حال خیلی آدم کارکشته هستین توی موسیقی. عرض به خدمتت که ببینید مثلا فاصله سوم، پنجم و هشتم معمولا فواصلی هستش که گوش معمولا و مخصوصا توی کشورهای مثل ما که خیلی موسیقی درش آکادمیک دنبال نمی‌کنیم، فواصلی هستن که خیلی بقول فواصل آشنایی هستن. وقتی که ما راجع به چهارم ها، ششم، هفتم، افزوده، کاسته، بعد شارپ میشه، فلت میشه، اینها صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که اینا نمیتونن کاونت بکنن، نمیتونن محاسبه بکنن. در نتیجه اونجا میمونه چون مغز عادت کرده به یک سری فواصلی که در حال موسیقی ما هم متاسفانه
طی چند سال اخیر تبدیل شده به یک سری دور آکورد معمولی که دیگه گوش هم تنبل شده. شما نگاه میکنید میبینید که مثلا آثار هایده رو نگاه میکنید، آثار ابی، گوگوش، کارهایی که مثلا 30 سال 40 سال پیش ساخته شده، همیرا، اصلا یک فضا سازی هایی تو اون کارا هستش که مردم در اون تایم هم این شانس رو داشتن که گوشاشون پرورش پیدا بکنه. مثلا استاد نوجوکی یه کار میسازه، یا مثلا کار عسل، میامد شهر عشق و کوله بارم، این کار شما اینترو اوورتور اولیه‌اش رو نگاه کنید ببینید چه آکوردایی گرفته آهنگساز. خب اون شنونده تو اون دوره گوشش داره میشنوه این چیزا رو، یعنی گوشش داره نسبت به این فواصل تربیت میشه. اما امروز دیگه صفحات مختلف صفحات انتقادی داریم میبینیم هممون دیگه، چون نمیخوام اسم ببریم. نگاه میکنید میبینید از اول تا آخر یه دور آکورد ساده، 3 تا دونه آکورد، کاش که اون آکوردایی هم که میگیرن درست بخونن. در نتیجه مردم هم عادت به شنیدن یک همچین موسیقی ساده‌ای میکنن، گوش تنبل بار میاد و این تاثیرش رو هم روی موزیسین ها و علاقمندان به آواز میذاره. میان میشینن سر کلاس، مثلا میخوام من یه تستی بگیرم، میبینم فقط یه فاصله سوم ساده، یه فاصله مثلا پنجم به قول گفتنی ساده رو میتونم بگم. ساده منظورم از اسم درست و بزرگ کوچیک نیست، منظورم پیش پا افتاده است. یک سوم پیش پا افتاده، پنجم پیش پا افتاده نمیتونن بشنون. خب بعد اینها دیگه نمیتونین راجع به آکوردهای شماره دار صحبت بکنید، یا وسط ارکستر به صورت کانتر پوینت یه لاین دیگه ملودی داره میرین، گوشش میره یه جای دیگه، منحرف میشه. چرا؟ چون در واقع ثبات شنیداری این خواننده ها ندارن. حالا توی آموزش اصولی آواز ببینید یه اشتباه بزرگی که مخصوصا در ایران، اینجوری نمیگم که اینجا از این خبرا نیست، اینجا هم از اشتباهات هست، مخصوصا در ایران انجام میشه، اینی که خیلی ها اقدام به تدریس سولفژ میکنن بدون اینکه از آواز سر در بیارن و سولفژ رو معمولا فقط برای خواننده میدونن، در صورتی که ارتباط مستقیمی با خواننده نداره. سولفژ یک در واقع علم آواز، علم موسیقی سولفژ که تشخیص پارلاتی، کانتاتی، ریتم خوانی و همه اینا رو در بر میگیره. برای تمام موزیسین ها، شما اگه گیتاریست هستید، پیانیست هستید، هر سازی مینوازید و اگر خواننده هستید، حالا حساسیتش برای خواننده کجاست؟ اینه که مدرس آگاهی نداره، نمیدونه صدای این خواننده کجا راحته، توی نوتای بالاش پاییناش کجا راحته، چون این آموزش ندیده. میاره اون درسی که میده، مثلا یه نوت سی مثلا اکتاو دوم رو برای خواننده‌ای داره که شروع بمش سالمش مثلا ره، اینو فورس میکنه رو بخون و میبرتش بالا تا مثلا نوتی که تو محوطه فعلی صداش نیست. بعد میگه خب نه باید بخونی، اینو باید در بیاری. چرا؟ چون اون هدفش اینه که اون در واقع نوت رو برسونه، غافل از این که این آدم دوره صداسازی ندیده که اون نوت سالم بخونه. خب بعد ارزمو اینجا میخوام به خدمتتون عرض بکنم که فالش خوانی و خارج خوانی این دو مقوله جداست. وقتی که خارج میخونه از تونالیته میره بیرون، اصلا از گام میره بیرون. کسی که فالش داره میخونه نوتش نوتیه که باید باشه اما کجه، یعنی چند تا سنت اینور و اونوره، دوه نه دوه، نه دو دیزه نه سیه، اینو بهش میگن فالش، یعنی سر جاش نیست. حالا یکی نه تو گامش مثلا سول ماژور فا داره میخونه، اونجا مثلا فاش دیزه دیگه، دو ره می فا سول، سول ماژور فای شما سرکلید دیزه، اون میاد فا میخونه مثلا، اون از گام داره اون لحظه داره خارج میشه، آکورد مهمان هم نداره. خب اونجا دیگه خارجه، یعنی یه چی دیگه دیاری، شما دارید یه آکوردی میده و یه جا دیگه داره میخونه. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش عدم پرورش اندامهای صوتی آوازیه. برای عرایزم دلیل دارم. آهنگسازان بزرگی رو من میشناسم، یعنی در آهنگسازی بسیار بزرگن، چه در ایران چه در اروپا. وقتی میخوان 2 تا خط بخونن فالشی دارن. به نظر شما دلیلش چیه؟ این آدم که دیگه خیلی قدره، گوشش قویه، آهنگساز حرفه‌ای، دلیلش صداش تربیت صداش برای خوندن تربیت نشد، برای شنیدن تربیت شد. گوشی رو درست کنین چون رفتی پایین کلا. ببخشید سر خورد، من گوشی گذاشتم اینجا. دقیقاً دلیلش همینه. اون آهنگساز مثلا خدا بیامرز فلانی که آهنگساز بزرگی هم بوده در مملکت ما که چندین دهه همه خاطره داریم باهاشون، اسمم به هیچ شما نمیخوام ببرم، یه جمله من شاهد بودم دیگه، اومدن خوندن بنده خدا مثلا 4 تا از نوتاشون فالش بود ولی احساس داشت، آهنگساز بود، اون فالشی‌ها رو درست با احساس میخوام. ولی اون دلیل فالشیش چیه؟ به قول شما عرضی که داشتم، این تربیت نشده، چون نوت وقتی میری جایی که نباید بره اینه که شما اندام‌ها سر جاش کار نمیکنه، هوا در میزان مناسبی که باید
اختصاص داده بشه اختصاص داده نمیشه، نوتت سنت میگیره، یعنی یا بالاتره یا پایینتره. دلیل اصلی فالش هانی خواننده‌ای که معمولا گوش قوی داره، دو رو میزنی میگیره، میره میزنی میگیره، ولی موقع خوندن مشکل داره، اینه که موقع خوندن مکانیزم آوازی سر جاش نیست. در نتیجه مدرس نوشته که اندامای صوتیش درست کار نمیکنه. درست همین هست آقای کریم درست نشده آقای اکبر. بله دقیقا همین رو عرض می‌کردم. اندام‌های صوتیش اصلا، البته آقای اکبر هم خب یکی از هنرجوهای من هستن که درود بر شما، عرض به خدمتون که دلیلش همینه، یعنی این مسئله شنیداری بخشی از داستانه و خب خیلی هم به هر حال ما تو موسیقی میگیم طرف کرنوته. ما تو سینما مثلا دوستان میگفتن صورت سنگه، طرف نمیتونه میمیک بیاد، احساسات تو صورت درود مجدد پایین قطع میشه. من فکر کنم احتمالاً شما تو محیط جدیدی که هستین گفتین شاید اینترنت شما میاد میره. من اینترنتم ثابت قطع نمیشه. ببین الان ما در دهات دماوندیم، اینترنتمون میگیره، شما در قلب آلمان هستی ولی اینترنت نمیگیره. خانم پریسا در آلمان زندگی میکنن، از دوستان هستن، ایشون هم میگن اینترنت آلمان اصلا خوب نیست. درست میگن، اینترنت آلمان یکی از بدترین اینترنت ها رو تو اروپا داره. من بهش میگم خانم گیتی خسروی هم حضور دارن، خیلی گفتن که ساده تر صحبت کنید چون میخواد برای دیگران قابل استفاده باشه، ولی نه خانم خسروی اشکال نداره، بذار در واقع دوستانی که اینجا هستن تخصصی میخوان دنبال کنن و اتفاقا براشون خوبه. من اگه میکروفونا رو میبندم برای اینکه صدای سگ نیاد توی در واقع صحبتون. یه چیزی من برای اینکه در واقع اینجا رو مرتب‌تر بشه، من به نظرت برای شروع سولفژ مقدمه یا صدا سازی؟ من معتقدم که سولفژ رو خواننده با معلم آواز کار بکنه که داره صدا سازی هم باش کار میکنه، اما تئوری موسیقی و سولفژ رو خیلی من بهش فعلا گیر نمیدم تا زمانی که به یک مرحله صدای این آدمو برسونم که بتونم صداشو بیارم روی کانتاتی. کانتاتی یعنی چی؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم خسروی. کانتاتی یعنی بخش خواندن و آوازی نوت ها، یعنی وقتی شما مثلا میگید آمدم که سنم، اینو میخواید بگید دراریرم ریرم درم، اینو باید بتونی بگی که اون نوت رو بتونی بندازی سولفژش کنی. وقتی شما بگید آمدم که صدات خرابه نمیتونی بخونی، سولفژ به درد شما نمیخوره. پس در نتیجه من معتقدم معلم آگاه تا یه جای خواننده رو میبره، بعد از اونجا شروع میکنه به خوردش علم رو دادن، چون دیگه میتونه پیادهش کنه رو اون نوتا. چون پارلاتی بله میتونی با پارلاتی شروع کنی. پارلاتی یعنی چی؟ یعنی خواندن بدون فرکانس، یعنی شما ریتمو میگیری، مثلا میگی دو ره می دو می دو می دو ره می، این نمیگی به صورت فرکانسی نمیخونی، همه رو روی نوت میخونی. مثلا میگی دو ره می فا، مثلا یه دو ضربی داشتیم بعد یه ضرب شد، بعدش میریم سراغ کانتاتی که میشه فرکانس خوانی، فاصله نوتی رو میخونیم. خب اون زمانی که فرکانس خوانی و کانتاتی رو میخواید به هنرجو تو سولفژ یاد بدید، زمانیه که این آدم بتونه بپره از نوت بیس به بالا. وقتی نمیتونه بپره، شما تا قیام قیامت فقط داری به صداش فشار میدی. نتیجهش میشه چی؟ فلانی میگه من دارم کلاس سولفژ با استاد فلانی کار میکنه، بعد 2 ماه کارم کشیده به دکتر. به خاطر چی؟ به خاطر یه فشار به من می آورده. من نمیتونستم اون نوتی که میخواد بگیرم، ولی میگه باید بگیری. به من یاد نداده چه جوری بگیرم، از من میخواد بگیرم. به خاطر همینه میگم اصول تدریس سولفژ اینه که شما با پارلاتی شروع میکنید، یعنی بدون فرکانس. حتی اون هم باید با دقت انجام بشه، چون پارلاتی هم ممکنه طرف بالا بگیره نوت تونیکشو. این از این مطلب مهمتر توی بحث تدریس اصولی آواز در کنار اینم مهمه، اینه که متاسفانه خیلی ها همون جلسه دوم سوم اول دوم سوم قطعه میدن به طرف. شما ببینید خوانندگی مثل شاعریه، شعرخوانیه. من برای شما عرض می‌کنم جسارت نشه، برای دوستان توضیح میدم. ببینید شما وقتی که میخواید، کسی که شاعره اولا که باید قریحه شعر داشته باشه، کسی که میخواد خواننده بشه باید خوانندگی قریحه‌شو داشته باشه. من جزء اون دسته از افرادی ام که اعتقاد دارم خوانندگی استعداد میخواد، این چیزی که هر کی بتونه خواننده بشه نه. اینو من به ذات قاطع خدمت شما میگم، چون دلایل علمی و منطقی مقالات در موردش وجود داره که من در صفحه‌ام خواهم گذاشت به زودی. خواننده‌ای که استعداد داره دقیقاً قراره یک شاعر باشه. این شاعر قبل از اینکه شعر بنویسه باید یاد بگیره که حروف چیه، الف ب پ ت س ج م باید بتونه درست با این کلمات با این حروف کلمه بسازه.
وقتی که درست تونست کلمه بسازه، یک مصرع رو بتونه بسازه، بعد مصرع رو که تونست بسازه یک دونه قافیه در واقع بیت بسازه و این وزن بگیره، وزن رو یاد بگیره و بعد میتونه شعر بنویسه و بعد ذوق شاعری رو بیاره. خواننده‌ای که هنوز ای او نمیدونه او رو از کجا بگه، ا رو از کجا بگه، آ رو از کجا بگه، شما به این آدم قطعه میدی، خب این هنوز از ا به او نمیتونه بره، اش گیر میکنه، یاد نگرفته زبون تو چه وضعیتی باید باشه موقع حرف ا. در نتیجه شما یه قطعه به ایشون میدی، تو قطعه 56 تا ا داره، 67 تا او داره، بعد این فشار میاره. در نتیجه قطعه رو من به هیچ عنوان تا زمانی که درک از واول ها یعنی صامت ها و مصوت ها نداشته باشه، من به هیچ عنوان قطعه به اون مجموعه نمیدم، چون فایده ای نداره. شما هنوز الفبای حروف رو نمیدونید، میخواید قطعه بخونید. این ارزی بود که من تا اینجا فکر می‌کنم توی بحث یه مثال زدی گفتی که خواننده باید مثل شاعره. شعر ما الان ده ها شاعر میشناسیم که من خودم خیلی ها رو میشناسم که اصلا اصول شعر رو جایی آموزش ندیدن، اما شعر میگن، خیلی هم خوب شعر میگن. کاملا با شما موافقم. به خاطر چیه؟ من جهت اطلاع دوستان بیا احتمالا خودتون بگم، آقای پاواروتی سواد خواندن موسیقی نداشت. لوچیانو پاواروتی اصلا موجوده ها. من یه اینترویو تصویری من بارگذاری میکنم از رهبر ارکستر ایشون که همسر خانم جان سادرلند بودن، الان 95 سالشه ایشون، هنوزم زنده است. امیدوارم که بزنم به تخته هنوزم زنده بمونن. ایشون توی مصاحبه 20 دقیقه تو یوتیوب موجوده، میگه لوچیانو couldn't read music، میگه لوچیانو نمیتونست موسیقی بخونه، نمیتونست نوت بخونه و خیلی از جاها میومد با رهبرا هماهنگ میکرد یه جاهایی رو، ولی تبدیل شد به یکی از بلا منازع ترین تنورهای تاریخ. این استعدادها هستن، از 100 نفر 1 نفر 2 نفر 3 نفر، یا توی مثلا به قول شما توی فوتبال شما نگاه میکنی یه نفر رو میاد تو کوچه برش میدارن یه جوری پاس میده انگار تو آکادمی فوتبال 10 سال این آدم پاس دادن باش کار کردن، یه جوری دریبل میزنه. اینا ذاتیه، شما نمیتونید مسی یا رونالدو بسازید، اینا هستن، شما فقط گسترش میدید به تو بستر خوب اینا رو میذارید. شما حساب بکنید در دنیا شاید 2 میلیون فوتبالیست باشن، اما چند تا عین مسی و رونالدو داریم ذاتاً حرفه‌ای ان، خب، و اینا پرورش داده میشن در ادامه. میخوام اینو عرض بکنم که خیلی از خواننده ها، اکثر خواننده ها باید تحت آموزش حرفه‌ای بشن، ولی بعضی ها از همون ابتدا به صورت ذاتی حتی کنترل نفس خوبی دارن. یعنی من خواننده‌های زیادی رو میشناسم دوره ندیدن ولی مکانیزم شکمشون و بالانس برث و تنفسشون فوق‌العاده است، دورم ندیدن. اینا ذاتی سر جای درستشون، مثل کسی که مثلا میبینی بدنش برق نمیگیره، مثلا 220 ولت بهش وصل می‌کنید، گذاشته بود تو گینس، طرف بدنش برق دفع می‌کرد، حالا همون 220 رو به یه آدم دیگه بزنی میکشتش. خب اینا استثناءاتن، اینا آدمای ذاتی ان، نمیتونیم اینا رو خیلی دخالت بدیم توی کل. حالا ما در مورد استعداد ذاتی اینا هم صحبت می‌کنیم، اینا به حال اونایی که استثناء، ما در حد پاوروتی که نمیگیم. به حال پاوروتی یک استثناء بزرگه که به قول شما سواد موسیقی نداشته و تو موسیقی ما خیلی زیاد داریم. استاد جلیل شهناز، منظورم از سواد موسیقی توانایی موسیقی نیست، دشیف کردن، با ارکستر زدن، اینا. بله همین ما اینا داریم میگیم، ولی از اون لول میخوام بگیم اون لول کاری نداریم. ولی من میخوام بگم که ما در مورد اون قله هایی که به صورت استثناء وجود داشتن و نابغه بودن، ما داریم در مورد اونها حرف نمیزنیم، اونها استثناء که باید بذاریم کنار، ولی در مورد بیشتر مردم داریم صحبت میکنیم، کسانی که در موسیقی کار میکنن، یه استعداد متوسط به بالایی دارن، اما میرن خودشون آموزش میدن و میرسن به جایی که در واقع میشن خواننده‌های بزرگی میشن. خیلی ما داریم که با تلاش کوشش و با استعداد متوسطی که داشتن به جایگاه بالایی رسیدن، برای اینکه خود صداشون تقویت کردن، در واقع موضوعات دیگه‌ای در خوانندگی مطرح که اونا رو در واقع چیز کردن، برندینگشون دیگه، نمیدونم توانایی درک شعرشون، توانایی درک آهنگشون، خیلی چیزای دیگه است برای موفقیت. من در مورد آموزش یه پیام باز بکنید. یه سوال از خدمت شما داشتم، با توجه به اینکه به هر حال یکی از اشخاص با سابقه در واقع صنعت هنر تو ایران هستید، توی بخش خبرنگاری و به هر حال ژورنال، اطلاع دارید که مرحوم استاد بابک بیات آیا تحصیلات آکادمی در آهنگسازی داشتن در کشور خاصی؟ اطلاع دارید؟ نه، به صورت مستقیم فکر نمی‌کنم. در واقع کلاس‌های مختلفی رفته بودم با
استاد محمد شمس با استاد محمد اوچال، اینا خیلی مثلا روشون تاثیرگذار بودن و خب استعداد غریب ذاتی داشته و میدونم که تو سن بالاتر پیش استاد میلادی کیایی سولفژ یاد گرفته بودن، یعنی اون موقع خواننده بوده توی در واقع رادیو، حتی میخوندن، گروه داشتن اینا، ولی اونجا تازه رفته سولفژ یاد گرفته وقتی که کار میکرده، ساز میزده و آهنگ مکه میساخته. دقیقاً. و می‌خواستم مرسی از این توضیحات، می‌خواستم اینو عرض بکنم. ببینید استاد بابک بعد مرحوم بابک بعد آثاری که ساخته رو شما نگاه کنید، چند درصد چه تعداد آهنگساز با مدرک فوق لیسانس و دکترا ترخیص میشن از دانشگاه، یک کدومشون یه اثر مثل آثار همچین آهنگسازایی نمیتونن تولید بکنن. چرا؟ چون آهنگسازی یعنی ملودی سازی، بحث ارکستراسیون فرق داره. شما وقتی که به عنوان آهنگساز به معنای واقعی، چون یه نفر ملودی سازه میشه استاد تورج شعبانخانی، یه نفر آهنگسازه میشه کیو مثال بزنم، میشه حالا اسمم تو ذهن من نمیاد، مثلا میشه آقای فخرالدینی، میشه آهنگساز استاد فخرالدینی. یه نفر میشه مثلا مثل دوستان دیگر حالا تو اروپا تو ژانر قدیم مثلا هانس زیمر، مثلا هانس زیمر کسیه که ایشون هم خیلی به قول گفتنی مورد استقبال آهنگسازان بزرگ در دنیا قرار نمیگیرن. میخواستم اینو بگم که یکی مثل ایشون که تحصیلات دکترای آهنگسازی فارغ التحصیل از دانشگاه باشه اینا هم ندارن، ولی ذوق و قریحه ملودی نویسی باعث میشه که آثارشون موندگار بشه. ایشون ملودی نویسی بود که موسیقی رو میدونست. اما برای اینکه یک آهنگساز استاندارد و حرفه‌ای باشید، شما در دانشگاه میرید کانتر پوینت یاد میگیرید، همون کنتر پوینت منظورمه، در پیوند شعر و موسیقی تمام اینها رو یاد میگیرید، هارمونی یاد میگیرید، آکورد شناسی یاد میگیرید، فلسفه ارکستراسیون رو به قول گفتنی اینکه شما برای چه سازی تو چه محدوده‌ای بنویسید، در نتیجه این علم رو به دست میارید. در خوانندگی هم همینه. یکی رو میبینید قشنگ میزنه زیر آواز، خیلی هم خوب و ژوست و ترتمیز میخونه، این آدم نمیدونه چرا داره درست میخونه، پس این آدم نمیتونه درس بده، چون نمیتونه به شما انتقال بده کاری که خودش داره میکنه رو. در نتیجه تبدیل میشه به یک معلمی که خواننده فوق‌العاده خودش، ولی چون ذاتی خوبه و نمیدونه چرا خوب میخونه، نمیتونه اون خوب خوندن رو انتقال بده. در نتیجه عرض بنده پرانتز رو خواستم باز کنم، طولانی شد، همین بود. من یه نکته فقط بگم که من اون شد اینجا اشتباه گفتم، محمد شمس رو اشتباه گفتم، محمد اوشال درست بود راجع به استاد بابک بیات که آدرس اشتباه ندم. یه نکته دیگه راجع به در واقع کلاس‌های آوازی که الان هستن، شما توی من خودم برات خیلی یار میفرستم پیجایی که هستن دارن تدریس میکنن، من هیچ قضاوت راجبشون نمیکنم، برای اینکه ممکنه خوب باشن ممکنه بد باشن و آدرس اشتباه باشن برای دیگران، ولی واقعیت اینه که الان به صورت فراگیری توی پیجای مختلفی هستن که دارن کار میکنن. خیلی هاشون به صورت آنلاین شاید آموزش دیده باشن، خیلی هاشون توی یوتیوب میرن سرچ میکنن، در میارن، ترجمه میکنن، اونا رو پخش میکنن، از پیجای دیگه برمیدارن. من نمیتونم قضاوت کنم که چقدر آموزششون اصولی هست یا نیست، یا اصلا اساسا به تمرین هنرجویان کمک میکنه یا نه. شما که در واقع تخصصی داری نگاه میکنی و این پیجا رو میبینی، در مورد این قضیه بگیم و اساسا چجوری میشه به اینا اعتماد کرد و یا اساسا میشه اعتماد کرد یا نه. سوال بسیار مهمیه و یکی از اصلی ترین دلایلی که شما هم در دقت بود و باعث شد که این لایو برگزار بشه و از قبل ما خیلی با هم گفتگو داشتیم، حالا توی خصوصی مسیج‌های خودمون، حالا در مورد مطالب مختلف، و منجر به این شد که حالا این لایو ایجاد بشه. متاسفانه استاد جلیل شهناز یه روزی جمله طلایی داشت، ایشون فرمودن که یه همچین جمله، البته دقیقاً من یادم نمیاد، استاد زیاد شدن هنرجو پیدا نمیشن، همه استادن هنرجو گیر نمیاد یا هنرجو پیدا نمیشه، یه همچین جمله ایشون گفتن که باید اینو طلا گرفت. تعداد مدرسین آواز امروز در اینستاگرام از تعداد خواننده‌های مشغول در اینستاگرام بیشتر و همه هم به اتفاق، این که میگم همه واقعا همه به اتفاق یه سری جمله، یه سری اصول رو دارن رعایت میکنن. تو بونگاداری البته شغل شریفیه، یه وقت جسارت نشه به دوستانی که کار بونگا میکنن، ولی اون دسته از عزیزانی که تو بونگا یه کوچولو شیطنت هم میکنن، میگه اصول بونگاداری رو باید بلد باشی، چجوری با مشرف بزنی، خونه رو چجوری بکنی تو پاچه ببخشید من اینجوری ادبیات هم اینجوری نیستا، خونه رو چجوری بخوای چیز ردش کنی بره، این رو یه ادبیات مشترکی اون کلاش هاشون یاد میگیرن که بتونن کاسبی بکنن.
توی آواز هم دقت کرده باشید. میخوای این کارو بکنی، بیا تو پیجم، اینو لایک کن، اونجا رو فالو کن، اینجا رو کامنت بذار تا بهت بگم چجوری بشی مایکل جکسون. خب ببینید، اولین چیزی که توجه شما رو باید جلب کنه اینه که کسی که هدفش تدریسه زرق و برق به پیجش نمیده. تولید محتوای سالم با تولید محتوا جهت گرفتن فالوور فرق داره. ببینید، آواز تنها سازیه که میشود درش ادعا کرد و اثباتش هم نکنید با مردم عادی. شما نمیتونید ادعا بکنید که بهترین و سریعترین گیتاریست ایران هستید ولی وقتی نتونید روی 320 با اون سرعت بخواد اون ملودی رو بزنید. در پیانو همینطور، در درامز همینطور. اما در آواز میتونید ادعا بکنید که من صدام خوب و اصولی دارم میخونم. نه اون ساز رو میبینید، نه نفس طرف رو میبینید. بنده متوجه میشم، شمایی که تجربه داری به عنوان یک مخاطب حرفه‌ای آواز متوجه میشید، 4 تا خواننده متوجه میشن. 200,000 فالوور اون آقایی که نه تو عمرشون خوندن، نه میکروفون دست گرفتن. نگاه میکنی صفحه طرف بنده خدا قلیونی داره، اون یکی کبابی داره، اون یکی نمیدونم دوچرخه سازه. بعد همه اومدن این خواننده رو فالو کردن، مدرس آواز. یعنی احساس جا ماندن از دست نمیکنن. میگه فلان خواننده توی اینستاگرام 500k فالوور گرفته، آموزش خوانندگی میره، فالوش نکنم جا میمونم. بعد نگاه میکنی طرف میاد اظهار نظرم میکنه، بعد میری پیجشو باز میکنی در مورد همه چی تو پیجش هست الا موسیقی. چرا؟ اینا یه سری سیاهی لشکرن. افراد زیادی رو شما میبینید. برید پیگیر بشید، برید ببینید، برید بررسی بکنید. یک سری نرم افزار آنلاین توی گوگل هست، اینستاگرام فیک آن فالوور. فالوورای فیک اینا رو پیدا میکنه. تو آیدی اینستاگرام اینا رو بندازید توی اون نرم افزار، آنالیز میکنه، میگه از 500,000 فالوور 430,000 تاش رباته. بعد نگاه میکنی، یعنی 80-90%. بعد بقیه‌شونم یکیش پارچه فروشه، اون یکی حالا هنرجوی آوازه، هیچی هم نمیدونه بنده خدا از موسیقی. بعد اینا میان تولید تولید محتوا میشه و هست و خیلی که مثلا این امکان ندارن که توی کلاس‌های گرون آواز شرکت کنن، از این استفاده میکنن. یه بخش دیگه این قضیه است که آدمی هستن که واقعا فالوور زیاد داره. ما اگه مثلا بگیم که بهترین پیانیستای ایرانی الان خانم غزال ناظر فصیحی که مهمترین شاگرد، یکی از مهمترین شاگردای استاد فخری ملکپور بوده که خب هست، اما اینقدری توی فعال نیست. اما در همین بین یه عالمه نوازنده پیانو هستن که دارن کار میکنن، اینقدر اون اعتبار رو ندارن، اینقدر چیز رو ندارن، اما یه عالمه فالوور دارن. فالوورشون هم واقعیه. ما اصلا در مورد فالوور فیک هم حرف نمیزنیم، برای اینکه چیزی که تولید میکنن پاپیولاره. حالا من یه چیز دیگه به شما بگم، اینو من کاملا قبول دارم. ببینید، مشکل حالا این نیستش که فالوور واقعی یا غیر واقعی. اصلا من میگم واقعی. شما فرض کن اصلا فالوورش هم واقعیه. اتفاقا این بدتره، این فاجعه است که یعنی یک نفر میاد 10,000 آدم طرفداری ازش میکنن و دنبالش میرن، در صورتی که این آدم علم این داستانو نداره. مثال برای شما میزنم. چند نفر از این خواننده های اینترنتی که الان، چون یکی از سوالای شما بود دیگه، ماجرای 10 مدرس آواز و صداسازی چیست؟ این یکی از سوالایی بود که شما توی پوستر گذاشتید. ببینید، هیچ کدوم از این آدم ها، یعنی من ندیدم هیچ کدوم از این آدم هایی که الان دارن تدریس آنلاین میکنن، اسمم نمیبرم، ممکنه باشن، من ندیدم. گوگل میزنی بالا نمیان. یعنی نه رزومه‌ای دارن، نه سی وی دارن، معلوم نیست معلمش کی بوده، اصلا دوره آواز دیده ندیده، کجا بوده. بعد یه دونه اثر کامل از اینا هیچ کجا شما پیدا نمی‌کنید. استاد فلانی مدرس متد چه می‌دونم STP YXZ SLS، بعد نگاه می‌کنی می‌بینی یه دونه کار نخونده خود این آدم. بعد یه بهانه عجیب غریبی که میارن، میگن مگه مربی فوتبال حتما باید بازیکن فوتبال باشه؟ کی گفته سرمربی فوتبال ربطی داره به مدرس؟ شما وقتی که مدرس آواز توی فوتبال، سرمربی کوچ جمعی میکنه، کوچ مربی مستقیم نیست. تیم مربی بدنساز تمرین ده داره. چرا اونو نمیبینید؟ اون آدم تاکتیک میشناسه، کار با توپ بلده، خودش عکس با شورت ورزشی داره. بعد شما میاد تدریس میکنید. این آدم‌ها خودشون به هیچ عنوان کار بیرون ندادن، یه اجرای زنده هم نداشتن، بعد میان تدریس میکنن. حالا شما میگین چرا اینا اینقدر فالوور دارن و واقعی هم هست؟ بنده شهرام یزدانی فردا میام یه استوری میذارم،
و واقعا هم همین ها. میدونستی که بنده جراح قلب هستم، در برین مدتیه که کار جراحی نمیکنم. خب پرداختم به موسیقی. فردا میام استوریمو میذارم، میگم آقا جان پس از مدت ها تصمیم گرفتم دوباره توی بیمارستان مشغول به کار بشم، یه سمینار و میزگرد بزرگی راجع به قلب، مقاله‌ای که سال 2023 نوشتم و میخوام رونمایی کنم. باورتون نمیشه بدون اینکه برن تحقیق بکنن راجع به مدرک پزشکی من، از فردا هم منو دکتر صدا میکنن، هم کامنت و دایرکت به من میدن دکتر یزدانی من پسر خاله فلانی میخواد قلبش رو یه چک بکنه، نظرتون چیه پیش دکتر فلانی ببریم. قشنگ تبدیل میشن به یه سلبریتی پزشکی. به همین راحتی، به همین دلیل هم و به همین راحتی هم تقی و نقی و علی و قلی و همه شدن معلم آواز. چرا نمیرن پرسجو بکنن که این آدمی که الان داره میاد میگه دوست داری نفست جای درست بیاد، این خودکار رو بذار اینجا، این کارو بکن. طرفم عین ببخشید فلان سرش کرده توی فلان، میره همین انجام میده تا 10 سال دیگه هم هیچ اتفاقی براش نمیفته، چون این آدم داره با این پول در میاره، با این خودکار داره پول در میاره. شما چجوری میخوای ثابت بکنی داره چرت و پرت میگه؟ نه دوره دیده، نه رزومه داره، نه معلمش معلومه، نه کار بیرون داره. معلم و مدرس صداسازی و آواز. میدونین اینها درد داره و خدا نکنه این آدم یه جایی به جهت فالوور زیادی که داشته با یه سلبریتی هم ببیننش یه جا، یا یک یادگاری گرفته، یه دو تا صحبتی با هم کردن، فلانی اگر آدم کوچیکی بود که با محمد اصفهانی عکس نمینداخت، با همایون شجریان عکس نمینداخت، یا تو جمع نمیدونم استاد فلانی نبود. حالا بیا ثابت کن بابا جان چه ربطی داره؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ شما ببین این آدم چقدر خودش تو چنته داره. عدل خواننده بین‌المللی خیلی جالبه، شاید دقت نکرده باشم خیلیا، تو اکثر کنسرتاش مشکی میپوشه یا تیره میپوشه. ازش میپرسن چرا زرق و برق نداری مثل ریانا و فلان، میگه من برای مخاطبم ارزش قائلم. مخاطبی که بیاد بخواد اندامهای منو ببینه، اون مخاطب دنبال صدای من نیست، من میخوام تمرکزشون رو صدای من باشه. ببینید زرق و برق عامل اصلی فروشه و اینها بیشتر فروشندن تا معلم. پکیج خوبه به شرط اینکه سوادشو داشته باشین. پکیج تولید بکنید، تولید محتوا بکنید، بفروشید. فرام تو هم الان عدل مثال زدی. خب عدل که به خاطر این قضیه رفت یه حال 30-40 کیلو وزن کم کرد. یه بخش قضیه، بله اون بخش قضیه اینه. ولی یه چیزی من بگم. ببین ما در مورد، من خودم مبتلا به این قضیه ام. خب من توی این صفحه در طی چند سال 700 تا مصاحبه کردم با بزرگای موسیقی. خب اینقدر چیز درست کردم، اما آدمی نیستم که تیترای مثلا زرد بخوام بزنم دیگه، نمیدونم چیز بزنم، این کارو نمیکنم. مثلا میبینی فالوور دارم مثلا 50,000 نفره. خب برای من مهم، من همین 50,000 نفر خیلی هم زیاده و خیلی هم ازشون ممنونم. حتما آدمای که پیگیری میکنن آدم حسابی هم و من خیلی دوستشون دارم، ولی خیلی هستن که تو همین زمینه دارن کار میکنن، این کارا رو نکردن. من خودم مبتلا به این قضیه ام، میفهمم. ولی ببین شما خواننده، کسی که ببین اغلب آدما میخوان سریع به مقصد برسن و اساساً وقتی که پیانیستی که میاد یه کار هایده رو که همه شنیدن میزنه بیشتر مورد توجه قرار میگیره تا کسی که میاد کار مرتضی خان محجوبی رو میزنه. ما داریم در مورد پیانو ایرانی حرف میزنیم. یعنی بعد خب این آدما بیشتر جذب میشن. ببین با اغلب کسانی که میخوان مثلا مثل شما بیان خواننده اپرا بشن، یه خواننده یه لول بالا کار کنن، میدونن که نباید پیش خیلی از مدرسای آواز برن. اما خیلی از کسانی که میخوان خوانندگی بکنن نمیخوان حرفه‌ای در اون سطح برن خواننده اپرا، میخوان صدای خوبی داشته باشن و کار کنن و خیلی زود روز دوم باشون با ملودی کار میکنن، برای اینکه با اون اگر ملودی کار نکنن و سولفژ کار کنن و بشینن بهش تئوری موسیقی بگن دیگه نمیره. 4 جلسه بره دیگه نمیره. واقعیت چیزی اینه اینجوریه. بنابراین اینا رو تفکیک کردنش خیلی مشکله. اما موضوعی که وجود داره اینه که آیا این آموزش هایی که هست و اغلب توی در واقع کپی خیلی از پیجا برداشته شده، خب فلان پیجی که گذاشته با یه اصولی شروع میکنه میاد جلو، کسی که آموزش ندیده باشه اینا رو میگیره کپی میکنه، ایرانیزش میکنه بدون که خودش تستش کرده باشه،
میاد یه فیلم ویدیو تولید میکنه، مثل خیلی از چیزهای دیگه که تولید میکنن، مثل جوک هایی که توی فضای مجازی میگه. یعنی میاد یه جوکی شنیده، میاد دوباره میاد همون ادا میکنه با ورژن خودش. میاد خیلی ها اصلا فکر کنن اولین بار که دارن میشنون. در مورد آموزش آواز هم، آموزش اصول صدا سازی اینا هم هست، آموزش وارماپ، چیزای دیگه که هست. طرف میره کاری نداره، من الان میتونم برم یه دونه وارماپ شما رو ببینم تو صفحه، بیام دوباره همین اجرا کنم، بیام یه تولید محتوا کنم بیام. میدونی میخوام بگم که جدا کردن اینا از هم دیگه و اینکه آیا اساسا این آدما در واقع چجوری باید تشخیص بدن. یعنی یه کسایی هستن که خانواده‌ای هستن که بهار میخوان بچه‌شون درست و اصولی کار کنن و اینقدر شناخت ندارن که بدونن برن ببینن که واقعا چجوری اینا چجوری با تشخیص بدن. و اساسا توی اروپا و اونجایی که شما هستین، کسایی که دارن آموزش میبینن، آموزش میدن، آیا اینجوری هست که توی فضای مجازی بتونن راحت آموزش بدن؟ یک نکته دیگه این که حالا اینا که ما به فضای مجازی کار نداریم، برای که توی فضای مجازی همه چیز فیکه، از قیافه آدم‌ها که شما از نزدیک می‌بینیشون یه چیز دیگه است تا خیلی چیزای دیگه ما فیک می‌بینیم. یه عالمه شعر به اسم شاملو هست در حالی که مال شاملو نیست، یه عالمه شعر هست مال به اسمای دیگه هست توی فضای حسین پناهی نمیدونم فلان هست ولی مال حسین پناهی دیگران نیست. دیگر کسانی که اطلاعاتشون از فضای مجازی میگیرن آدمای قاعدتا با سطحی باشن اگر نرن تو کتاب اینا بگیرن. فرض میکنیم که اینا رو اصلا بذاریم کنار و اینکه اصلا نمیشه اینو حلش کرد، اما یه سری آدمایی که میخوان اصولی رو درست کار کنن و برن پیش استادی که در واقع چیزه به صورت فیزیکی برن جلوش بشینن و یاد بگیرن، اینا چجوری با تشخیص بدن که چه کسی مدرس خوبیه و اینکه اساسا توی اروپا در جاهای رسمی کسانی که در واقع تدریس میکنن چه صلاحیت‌هایی رو باید از قبل کسب کنن؟ خب یه مسئله رو من بگم. اولا که ممنونم از توضیحات کامل که لابلاش هم یه سری نکات بسیار خوبی ارائه شد. ممنونم ازت آرش عزیز، آقای آرش خان. در اروپا حداقل تو این یک دهه‌ای که من دارم زندگی میکنم تو کشورهای مختلف هم سفر کردم، اجرا داشتم با رهبرای مختلف، ارکسترهای مختلف و آکادمی‌های مختلف، همشون هم علیه السلام نیستن ها. یعنی اینجوری نیستش که شما تو خیابون هر کی دیدی بتوون گذاشته تو جیب بغلی راه میره سوت میزنه، سمفونی 5 بتوون رو با سوت میزنه. یا مثلا رفتی تو ایتالیا همه پاواروتی رو میشناسن، همه دومینگو رو میشناسن، جوون پیر، نه اینجوری نیست. اما در قیاس با کشور خودمون لول آموزش و لول شناخت موسیقی قابل مقایسه نیست. یعنی اگر اینا اینجان ما خیلی فاصله داریم. حالا چجوری میشه فهمید که آقا کار درسته کجاست؟ آدم درسته کیه؟ ببینید دو تا بحث داریم. تو اروپا مسئلهش با ایران فرق داره. تو اروپا چون در دانشگاه به صورت تخصصی آواز تدریس میشه و به صورت تخصصی مدارک ارائه میشه و به صورت آکادمیک اجرا دارن، دنس دارن، رقص هنگام آواز، صحنه آرایی دارن، حتی پاپ به شما یاد میدن چجوری حرکت بکنی رو استیج، موومنت بکنی رو استیج. نه مثل یه چوب خشک وایسی اونجا بگی ای که بی تو خودمو. اینا یاد میگیرن چجوری آرتیکولیشن بکنن، یعنی یاد میگیرن چجوری پرزنت بکنن. خب این چیزا رو ما تو ایران نداریم. یعنی حداقلش تا زمانی که من تو ایران بودم اینا رو من ندیدم. نمیدونم الان هست یا نه. ولی کسی که تدریس میکنه خودش حتما باید رزومه کاری اجرایی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من میخوام بچه‌مو بفرستم کلاس آواز، حالا راجع به سازهای دیگه من صحبت نمی‌کنم زیاد، فرض کنید ویولون، فرض کنید پیانو، درامز، ترومپت، هرچی، اون شخص باید رزومه اجرایی صحنه‌ای داشته باشه. چرا؟ چون بسیاری از توانایی‌های انتقال رو هنرجو و مدرس روی استیج بهش میرسه، در اجرا بهش میرسه. شما اگر روی استیج اپرا اجرا نکرده باشید نمیتوانید اپرا تدریس بکنید، چون خودت نونه رو نگرفتی تا کنی بذاری دهنت بجویی ببینی چه مزه‌ای میده. چه جوری میخوای به طرف بگی این شوره، این شیرینه، این تلخه؟ پس حذر بکنید، دوری بکنید از مدرسینی که خودشون کننده اون ساز نیستن و رزومه ندارن و کار نمیکنن. همونطور که خودت هم گفتی بسیاری از بزرگان آواز و ساز هستن که توانایی تدریس ندارن. یعنی ما داریم مدرسانی که
رو صحنه نبودن ولی مدرس خوبی هن. یه نکته هم خانم خسروی عزیز نوشتن آقای یزدانی حق دارن، ستاره صحنه بودن با پداگوگ آواز بودن فرق دارد، برای تدریس باید تحصیل تدریس کرد، یعنی با یه بحث تحصیل کنی بعد تدریس کنی. بله این معلم باید گوش خوبی داشته باشه، هوش خوبی داشته باشه، بدون سرر از ناصره تشخیص بده. مدرسی که یلخی اومده میگه من به شما درس میدم، اصلا کلا قاعده و اصول این مسئله مهمه. ببینید استاد شجریان خدا بیامرز به یک مرحله از آواز رسیدن که اگر از من بپرسن که خواننده آواز ایرانی مورد علاقه شما کیه، من همیشه میگم استاد شجریان، به دلایل مختلف. استاد شجریان تنها خواننده آواز ایرانی بود که زمانی که فوت کردن اکثر رفیقای من که اپرا میخونن و ایرانی نیستن پیام تسلیت فرستادن توی واتساپ من، یعنی اینجوری پیگیر بودن نسبت به کارهای ایشون. خب حالا اینکه میگن خب این معلم، این خواننده خودش خیلی خواننده خوبی بوده ولی قدرت تدریس بالایی نداره، این اون خواننده هست که خودش این کار نیست، تحصیلات نداشته، پس ساده است دانستن این قضیه. مثلا من میگم فلان خواننده خیلی خواننده قویه، خیلی خواننده خوبیه، شما فکر میکنید چند درصد از خواننده های دوره انقلاب و ما دوره آوازی دیدن؟ خانم گوگوش یک خواننده بالفطره ذاتی حرفه‌ای چیز بوده، فوق العاده بوده. آقای ابراهیم حامدی توی دهه سوم چهارم زندگیش پنجم زندگیش فوق العاده بوده. خب اینا ذاتاً خواننده. آقای ستار، خانم، خیلی از خواننده ها، آقای عارف آواز رو تا حد زیادی میدونه، دوره کلاسیک. آقای نیما مسیحا سالها با مرحوم حسین سرشار کار کرده، حسین سرشاری که دوره آکادمیک در ایتالیا دیده، یعنی آواز رو بلد بوده، میشناخته، یا افراد دیگری که با اینها کار کردن. و خود نیما مسیحا، من یک حسرتایی که همیشه میخوردم این بود که ای کاش نیما کلاسیک رو هم دنبال میکرد، ولی با این حال یکی از قدرترین خواننده پاپ ماست بدون شک. بله بسیار عالی. حالا من در واقع ما جنبندی کنیم در مورد این قضیه. نمیدونم نکاتی که می‌خواستیم بگین گفتین، اگر نکته مونده بگی که ما برسیم به این مسابقه آوازی که گذاشتیم. من خیلی اولا که لطف شما بود که این رو هم دخیل کردیم. من دوست ندارم این شعارها باشه، از این تبلیغ کردن و بدم میاد، چون این کارو من با تمام هزینه شخصی انجام دادم. من چندین سری استوری کردم، دوستانی هم پیغام دادن که میخوان در واقع شرکت کنن که من به شما در واقع معرفی کردم. در کار درسته و برای شما دور از ایرانی و اینقدر دغدغه داری که با در واقع دوستان ایرانی. البته من که فکر می‌کنم یه خواننده در همونطور که شما تو این سن و سال و اینا که در اوج کارتون هستین بیشتر باید وقت در واقع بذاری برام خوانندگی. اما در واقع شما که خب میدونم دغدغه داری و دوست داری که در واقع چیزی که در واقع آموختی به دیگران آموزش بدی. اول راجع به این دومین دوره بگیم و داورایی که تو این برنامه شرکت کردن یه معرفی مختصری بکنیم، بعدم در واقع برسیم ببینیم که اصلا تو چه وضعیتی این برنامه. زنده باشه. خواهش میکنم. من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم و مسئله آواز و در واقع مسابقه و رقابت، من اینجاشون نکته برداری کرده بودم و یادداشت کرده بودم که چیزایی که میخوام بگم. توی سوال قبلی که راجع به حالا اروپا پرسیده بودین، ببینید آواز تو دو حالت توی اروپا تدریس میشه، یا آکادمیک و توی کنسرواتوار و به هر حال آکادمی تخصصی موسیقی هست و آواز هست، یا اونجا هست، یا اینکه توسط مدرسین به صورت خصوصی، کسایی که خاک صحنه خوردن، آدمای گنده‌ای بودن. مثلا نیکولا مارتینوچی یکی از قول‌های اپراست. خب من رفتم با ایشون کار کردم، هنوزم پیش ایشون میرم. ایشون 80 سالشه الان، یعنی با پاوروتی و با همه اینا خونده، یعنی کلا آدم گنده‌ای هم هست. خب این یه بحث قضیه است. یه بحث آکادمیکه. معمولاً توی دانشگاه‌ها در دنیا، این نکته مهمه، معمولاً توی دانشگاه‌ها و کنسرواتوارها در دنیا معلمان آوازی که تدریس میکنن خیلی کمک نمیکنن به هنرجوی آواز. چرا؟ چون اینها کریر ندارن خودشون و معمولاً خواننده‌های خیلی خوب که مدرسین خیلی خوبی هم هستن رو صحنه در حال خوندنن، تو وقت ندارن دانشگاه برن درس بدن. میدونین چی میگم؟ همیشه اینجوری نیست، ولی در اکثر موارد. یه مشکل دیگه‌ای که من دارم با خیلی از دوستان که در ایران هم هستن و قرار اسم نبریم، اینه که خیلی اوقات پیانیست ها و رهبران ارکستر آواز درس میدن. اگر
آواز درس دادن رهبر ارکستر به عنوان کوچینگ باشه، این پذیرفتنیه. یعنی چی؟ یعنی اون رهبر ارکستر میاد با خواننده میشینه راجع به نیوانس ها صحبت میکنه. هی اینجا فورت است، اینجا پیانوه، اینجا داری عجله میکنی، نکن تک 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 تیک تک تیک تک 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 با تاک بیا اونجا، من چوب رهبریمو میخوام اینجوری بکنم بالا پا. من دارم خیلی ساده صحبت میکنم، یه دونه مثلا ریتم 3 4 دارم میگیرم، شما جا میمونی. این ضرب دست من بالا، دست چپ من پالسه، دست چپ منو نگاه کن. اینجوری میتونه با خواننده کار کنه، نه اینکه بیاد بگه رو صدای خواننده کار کنه. این در حیطه وظایف رهبر ارکستر نیست، در جایگاهی هم نیست. همونطور که بنده نمیتونم بیام به خواننده هنرجوم رهبری یاد بدم. من رهبری میدونم در اندازه دیداری، من باید دست رهبر رو بشناسم. یه رهبر آگاه میدونه که داره کوچ میکنه، یعنی خواننده رو آماده اجرا میکنه، نکات کلیدی رو بهش میگه. آواز رو باید بذاریم به عهده معلم آواز. اینو من خواستم عرض بکنم. حالا یه جوکی هم من این وسط یه جا گفتم، یه بنده خدایی یه جایی توی اینترنت نوشته بود که به انگلیسی، حالا سریع بگم، میگه I'm a pianist, I've been surrounded by many singers, I can coach singers. گفتم من یه پیانیستم، سالهای سال توسط خواننده‌های مختلف کار کرده بودم، دوره شده بودم، تخصص خوانندگی رو یاد گرفتم ازشون، میتونم به شما آموزش آواز بدم. منم اومدم کامنت گذاشتم، منم خواننده اپرا هستم، سالها با پیانیست‌های مختلفی کار کردم، دوست داشتید به شما پیانو یاد بدم. منو بلاک کرد. این نکته خودت هم اول صحبت گفتی که کسی که میخواد در واقع کار کنه با مدرسی که سولفژ میکنه کار کنه. یک نکته که وجود داره اینه که خود استاد شجریان که شما مثال زدی گفتی که من بیشترین نکته های آوازی رو از ساز جلیل شهناز گرفتم. این نکتهش مهمه. نکته بعدی که وجود داره اینه که استاد شجریان بعد از دورهای آوازی که پیش استادان کار کرد، اونا هم که بیشتر شاید غیر حضوری بود، بیشترین تأثیر رو از استاد احمد عبادی گرفت. یعنی وقتی که با استاد عبادی ساز میزد آوازخوانیش تغییر کرد. اینا بنابراین ممکنه یه رهبر ارکستر به اندازه سولیست ویولونش ویولون بلد نباشه، به اندازه سولیست فاگوتش فاگوت بلد نباشه، اما اساسا میتونه اونو کوچ کنه برای اینکه اون آموزش دیده برای این قضیه، چون شنیدنش و در کنار هم شنیدنش چیزه. خیلی از پیانیستایی که آواز در واقع نه آواز تدریس میکنن، آواز از بیس تدریس نمیکنن، آوازخون رو آموزش میدن برای اینکه چجوری با پیانو و ساز بخونه، برای اینکه چجوری با ارکستر بخونه. این یه بخشیه که شاید اون بهتر از یک مدرس آواز که صرفاً روی صدا کار کرده اون کار بلد باشه انجام بده. بنابراین به نظر من چیزی که الان هست و خیلی در موردش حرف زدن، من که به عنوان شنونده‌ای که دیدم، اینی که خواننده در لول‌های بالاتر اگر با نوازنده، حالا میخواد توی موسیقی ایرانی باشه با نوازنده تار باشه، میخواد کلاسیک باشه با نوازنده پیانو و سازهای دیگه باشه، با نوازنده کار کنن یه لول دیگه ای رشد میکنن. و این البته نمیشه توی این بحث اینجا بگنجونیم، برای اینکه به حال ما داریم راجع به تدریس آواز صحبت میکنیم و موضوع صداسازی و آسیب‌هایی که مدرسان بد میتونن به صدا و حنجره بچه‌هامون بزنن و میتونن توانایی‌هایی که دارن و میتونن رشد کنن رشد نه تنها که بدن، بلکه به این مسیری کجی در واقع بفرستن که در واقع اون آدم اصلا مسیر هنریش تغییر کنه و اصلا کسی که میتونه آرتیست بشه آرتیست نشه. حالا اینا رو من دیگه اینا رو میشه باز بیشتر در موردشون صحبت کرد. من بکنم که چون بحث شد به خاطر عذرخواهی میکنم وسط صحبتاتو میپرم. ببینید عرض میکنم مجددا، رهبر ارکستر و یک پیانیست فقط و فقط میتونن راجع به ریتم و راجع به نیوانس های صوتی، حالات صوتی که یک آهنگساز خواست، در واقع مترجم آهنگساز بشوند برای خواننده. همین. هیچ گونه اجازه، هیچ گونه دخالت آوازی، نفس، اندام‌های صوتی به هیچ عنوان ندارن. میتونن پیشنهاد بدن، بگن به نظر من اینجوریه، من شنیدم اینجوریه، ولی اینکه بگه صدا رو بنداز اینجا، اینجوری بخون، زبونت اینجاست، نه. به این دوره قرار بود که مدرسان این دوره رو معرفی کنی و در واقع ببینیم کیا هستن و دعوت کنیم از دوستان عزیزی که اینجا هستن و کسانی که بعداً لایو رو میبینن، در واقع که
بیان توی مسابقه شرکت کنن. به خدمتتون که ببینید من سال گذشته بود که خیلی جالبه، اتفاقا زمانی که من این مسابقه رو دور اولش گذاشتم توی مودنا بودم، دقیقاً هم تو تئاتر لوچیانو پاواروتی و میرلا فرینی، یعنی یک آمفی‌تئاتر به اسم این دوتا اسطوره شهر مودنای ایتالیا درست کردن که من اونجا بعد توی اون قسمت اجرا با در واقع پیانیست اونجا با حضور پیدا می‌کردم و یک هفته رو اونجا بودم که رأی‌گیری ها دقیقاً افتاد اونجا. جالب اینجاست که مورد رأی‌گیری تمامم الان من افتاده توی امسال من اسپانیام، یعنی تو هر دو تا دوره من منزل نیستم و در حین اجرا هستم که این برای من یک نشانه خیلی خوشیومنی داره و امیدوارم که پارسال که فوق‌العاده اجرا شد، یعنی یک اتفاق خیلی خوبی بود به نظر من، با اینکه بار اول بود، یعنی اولین دوره‌ای بود که برگزار میشد و این افتخار رو داشتم که داوران بسیار بسیار خوبی رو توی تیم داوری داشتم که خوشبختانه همشون توی دوره دوم هستن و 3 داور جدید دیگه هم در واقع اضافه شدن و به همین دلیل شرکت کنندگان دوره قبل مجاز شدن دوباره هم شرکت بکنن، چون 3 داور دیگر با 3 ذهنیت جدید اومدن که میتونن قضاوت رو انجام بدن. به هر حال من خیلی افتخار دارم که استاد پرنیا تو جمع ما هستن، به قول گفتنی توی تیم داوری هستن. دیگه خودتون بهتر میدونین سابقه کاری ایشون با خواننده‌های بلند آوازه کشور از مرحوم استاد در واقع بسطامی بگیرید تا جناب شهرام ناظری، جناب آقای افتخاری و آلبوم‌های دیگری به تماشای آنچه نیست و خیلی از آثار ماندگار که ایشون تولید کردن و من افتخار اینو دارم که بیش از 10 دهه هستش که جناب پرنیا رو من میشناسم، در فرانسه هستن و براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. یکی از داورانی هستن خدمت دوست عزیزم استاد حسین پرنیا که هرجا هستن انشالله تندرست باشن و آثار ماندگارشون، ملودی‌هایی که ساختن و مونده و انشالله که بازم شاهد اجراهای درخشانشون باشیم. بله بس آقای پرنیا هستن و داوران دیگه و حالا من به دوستان رو ارجاع میدم که بیان تو صفحه شما داورا اینا رو ببینن و توی مسابقه شرکت کنن. و چه اتفاقی در واقع، نه که منظورم چه اتفاقی، یعنی برگزیده ها معرفی میشن، یعنی تعداد شرکت میکنن. بعد چون دیدم که سبک و سیاق‌های مختلف تو شرکت بود، چجوری دسته‌بندی می‌کنین؟ یعنی به یکی کلاسیک می‌خونی، یکی پاپ می‌خونی، یکی من چون اسم بردم از داورا بذارید سری من اسامی دیگرم بگم، چون به هر حال برای من بسیار با حائز اهمیت و محترم هستن. آقای علیرضا شیبانی حضور دارن که به هر حال یکی از نوازندگان بسیار با سابقه، با بیش از 30 سال سابقه، چه تو ارکستر سمفونی در ایران چه تو سازمان صدا و سیما، الانم که در آلمان هستن فعال هستن و در خدمتشون هستم. و عرض به خدمتتون که آقای هانیبال یوسف هستن که الان در امریکا تشریف دارن، رهبر ارکستر و آهنگساز هستن. چندین آلبوم ازشون منتشر شده و بسیار هم انسان باسوادی هستن و اتفاقا گروه‌کور ایرانیان مقیم آمریکا هم ایشون هدایت میکنن. خانم آلینا گرنس هستن که خودشون آکادمی وکال دارن توی روسیه، چندین جایزه بین‌المللی بردن. حتی زمانی که بنده توی یه رقابت بین‌المللی در مراحل پایانی حضور داشتم در سالن بولشوی روسیه که بزرگترین سالن اپرای روسیه هم هست و یکی از تاپ 5 در دنیا هست، ایشون اونجا در مراحل پایانی اجرا داشتن و خب این باعث افتخار من بود که و جالب اینجاست که ایشون هنرجو آوازی خود منم بودن، یعنی خانم گرنس من با ایشون آواز هم کار کردم که الان افتخار دارم که در تیم داوری من حضور دارن. من که میگم منظور تیم داوری کامپتیشن هست. بعد خانم اصیل محمود هستن که زاده کشور سوریه و مقیم بارسلون در اسپانیا هستن. چندین جایزه بین‌المللی ایشون بردن در آواز و در زمینه پاپ هم آثار بسیار زیادی تولید کردن و اجرای لایو با گیتار نوازی و ماه آینده هم در چین اجرا خواهند داشت در یک فستیوال بسیار بزرگ و بین‌المللی. و خانم عرض به خدمتتون که پینار که ایشون هم خواننده اپرا از ترکیه و مقیم ایتالیا هستن، چندین جایزه بین‌المللی ایشون در آواز بردن و 2 تا رول خیلی مهم رو هم تابستان امسال در ایتالیا اجرا میکنن. اینو من گفتم سریع عرض بکنم که تک تک این دوستان توضیحات کاملشون توی صفحه من بیوگرافیشون وجود داره. ببینید من در 2 بخش پاپ و موسیقی تلفیقی ایرانی و پاپ قرار دادم جایزه رو به چند دلیل. یکی این که فقط برای ایرانی هاست این مسابقه، یعنی منظور ایرانی ها فارسی زبان هاست. دوستان افغانستانی عزیز،
تاجیکستانی عزیز، دوستانی که صفحه من فالو دارن با کمال میل میتونن شرکت بکنن، همزبان ما هستن با کمال افتخار. و در بخش موسیقی تلفیقی چون به هر حال ریشه ما هست، خواننده مجاز هست که در واقع مثلا کارهای فولک یا کارهای بختیاری، کارهای آذری، ترکی، حالا چون میگم آذری و ترکی چون خیلی اعتقاد دارن آذری، خیلی اعتقاد دارن ترکی هست، و کارهای کردی، کارهای نواحی ایران و موسیقی که میشود با فواصل غربی نواخت و بیایم یه مقدار با موسیقی در واقع پاپ آشتیش بدیم و تلفیقش بکنیم، مثلا با نوازندگی گیتار یا با نوازندگی پیانو یا ارکستری که اینها روش اجراشون رو انجام میدن و میفرستن. زبان اصلا مهم نیست، میتونه به هر گویشی باشه و حتی توی پاپ میتونن انگلیسی بخونن، ترکی بخونن، هر زبانی که دوست داشتن، فقط پاپ باید باشه. چون محدودیت من معتقد نیستم، نه محدودیت سنی گذاشتم نه هزینه‌ای گذاشتم، چون هدفم حمایت و کمک بوده. شاید به جرئت بگم تا الان بالای 60 میلیون تومانم از جیبم با کمال میل هزینه کردم، چون من یک در واقع سامانه‌ای رو سفارش دادم که رأی‌گیری رو در اون سامانه انجام بدیم، رأی مردمی رو. یعنی چی؟ شیوه رأی‌گیریش هم الان یه توضیح کوتاه بدم. خیلی ممکنه گله بکنم بگن که مثلا من صفحه‌ام 300 تا فالوور داره، فلان شرکت کننده صفحه‌اش 20k فالوور داره. خب طبیعتا اون 20k میان رأی میدن، برنده میشه. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم به یک تیم در واقع نتورک اومدم یه سفارش پنل دادم که اینها بیان شرایط طوری قرار بدن که اون 10 نفری که انتخاب میشن یا 15 نفری که برای رأی‌گیری انتخاب میشن برای مردم، اولا اینکه ویدیوهاشون رو به زودی توی اینستاگرام میذارم که با صداشون آشنا بشن، خوب گوش بدن. بعد از 2-3 روز ما پنل رأی‌گیری رو باز میکنیم. دوستان میرن توی اون پنل، یعنی توی اینستاگرام نیست، یه لینکیه، وارد وبسایت میشن، میرن تو اون پنل، خواننده مورد نظرشون رو رأی میدن. این خواننده مثلا 15 امتیاز از این یه نفر رأی دهنده میگیره. بعد سامانه از ایشان سوال میپرسه لطفاً رأی دوم خود را وارد کنید. رأی دوم 10 امتیاز به اون شخص میده و لطفاً رأی سوم خود را، رأی سوم 5 امتیاز به اون شخص میده. این یعنی چی؟ یعنی اون رأی دهنده‌ای که از یه صفحه 20,000 تایی میاد میتونه این شانس حمایت رو به 2 تای دیگه بجز نفر مورد تایید خودش هم بده. یعنی منی که از صفحه آقای آرش نصیری میام که میخوام به آرش نصیری رأی بدم، از پتانسیل صفحهش که من یکیش باشم میام استفاده میکنم، به علی فلانی هم رأی میدم که اون هم اگه صداش خوب باشه حقش خورده نشه. و خواهش من از دوستان اینه که اگر به خانم فلانی یا آقای فلانی رأی اولو دادن، رأی دوم و سوم رو به خواننده‌ای بدن که حقشه. چرا؟ چون اگه شما اون رأی ندید یه شخص دیگه اون رأی میده و رأی ها قابل رؤیت نیست تعدادش که بگیم خب فلانی 30,000 تا رأی تا الان داره، اون یکی 1000 تا داره، پس این دیگه رأی نمیاره، بهش رأی ندیم. رأی ها رو نمیتونن ببینن تا زمانی که رأی ما ببندیم و اسکرین شات، اسکرین ویدیو میگیریم که نشون بدیم کی چقدر رأی تو این 2 هفته یا 1 هفته دریافت کرده. این مال مردم میشه. خیلی ممنون که به حال این در واقع این چیز به وجود آوردی. ان شاءالله که اتفاق خوبی بیفته و انشالله که بیشتر تمرکز و حالا که چون خارج از ایران هستی برای تمرکز بیشتر بذاریم روی بخشای آموزشی که در واقع شاید این بیشتر به درد چیز بخوره. البته این جایزه که جای خودش داره، انشالله در حالا بعد از این برنامه که برگزار شده اون بخشای آموزش رایگان رو بیشتر جدی بگیرید که تجربیات شما اینجوری در اختیار مخاطب قرار بگیره. اتفاقا کلامتون من جوایز برندگان تدریس رایگانه. یعنی من جوایزی که گذاشتم، جایزه نفر اول یک کار کامله، یعنی ملودی و شعر و تنظیم و میکس و مستر و استودیو همش به عهده کامپتیشنه. نفر تدریس خصوصی، در واقع کلاس خصوصی با بنده آواز که این هم به صورت رایگان به عنوان جایزهشون در نظر گرفته شده و افراد با استعدادی که برای دلایلی برنده نمیشن و جایزه نمیارن رو هم من شناسایی میکنم، هم باشون همکاری میکنم، هم بهشون آموزش میدم و این مطلب خیلی برای من مهمه. ولی خب خودتون میدونید چون من خواننده فعال هستم و به صورت حرفه‌ای دارم اپرا کار میکنم کشورهای مختلف، خیلی فرصت نمیکنم تدریس رو به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنم یا یک حرفه. به خاطر همین شاید باورتون نشه من هنرجویی که دارم شاید کلاسیک 5 تا، پاپ هم 5 تاست. یعنی من اینها رو هم تازه همینجوری بهشون میگم من نمیدونم کی میبینمتون، مثلا فلان روز میبینمتون،
وقت میکنم ببینمتون در این حد. صداتون رو من انشالله که موفق ندارم. باشی، مرسی. انشالله که موفق باشی و برنامه خیلی خوبی باشه. من دوست عزیز دارم، مهمان اومده موین بابایی بله هست، گفتین که امروز لواسان هستیم مثل اینکه. من دماوندم، دوستم موینم اومده اونجا. بله بله خیلی خوشحال شدم. خیلی برنامه خود سعی کردیم فشرده صحبت کنیم، امیدوارم که مفید بوده باشه. خیلی ممنون. اگه نکته پایانی داریم بفرمایید تا ما خداحافظی کنیم و بریم. به اینترنتت قطع و وصل میشه. ببین اینترنت آلمان چقدر بعد اینترنت ما خوبه. بعد به این شایعه کنیم، بعد بریم بگیم آلمان خوبه. نکن دهات دماوند از دعوت شما. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از حضورتون خانم خسروی عزیز. دوستتون دارم و دوستان عزیز همه خدا عزیز قربان شما. خداحافظ. شبتون بخیر. سپاس. ممنون. خدا